الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. خدمت همه ملت شریف افغانستان و همه امت اسلامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، در این شرایط و در این زمان و در این بحره از زمان من و شما آوازهایی میشنویم که آن ویروسی که در چین به وجود آمده بود در کشورهای اسلامی سرایت کرده و الان زمزمه است که در کشور عزیزم افغانستان هم آمده. اولا در این شکی نیست که وقتی ما هرچی شریعت شکنی بکنیم، از دین و اسلام و ارشادات رسول صلی الله علیه و سلم دور بشیم، همانقدر با مشکل روبرو بشیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی که مرض و وبا در هر زمینی می آید، در هر سرزمینی می آید، از همان سرزمین کسی تکان نخوره تا مبادا این مرض جای دیگری سرایت بکنه. همین قرنطینه‌ای که امروز میگن 1400 سال قبل رسول معظم اسلام فرمودن، و به این که اونها به این رعایت نکردن، رفتن در هر کشوری که سرایت کرده، خصوصا در افغانستان که در حال شک و شبهه و تردید هست و بعضی میگن دقیق و بعضی میگن دقیق نیست، بالفرض دقیق باشه، این مرض وقتی که وارد این سرزمین شد یا در سرزمین های اسلامی، رسول معظم اسلام میفرمایند مرض وبا در هر جایی که می آید، اگر سرزمین کفار بود برای کفار عذاب هست، اگر در سرزمین مؤمنین بود برای مؤمنین رحمت هست. من میخوام این نکته را اشاره بکنم. همانطوری که همه ما باید وقتی یک ویروسی به جامعه میآید، مرضی به جامعه میآید و ساری هست، ما باید پیشگیری های داشته باشیم. همانطوری که اطباء و دکتر صاحبان ما پیشگیری های را برای ملت ارائه کردن که باید به قول اونها عمل بشه، علما هم پیشگیری های دارند. الله سبحانه وتعالی میفرماید و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. مصیبتی نمیآید برای شما مگر که اون مصیبت از دست خود شما هست. شما وقتی به بیراه رفتید، شما وقتی گناه کردید، معصیت کردید، مصیبت میآید. این ویروس هم یک مصیبت هست، ویروس مخلوق هست. این را الله سبحانه وتعالی آورده. هر جایی که شریعت شکنی بشه، هر جایی که قانون خدا شکسته بشه، خب عذاب الهی میآید. ادامه آیه میفرماید یعفو عن کثیر. الله میفرماید من شما را از خیلی از گناهان شما بخشیدم و عفو کردم. پس به اینه که این ویروس، یک مسلمان نباید اینقدر دغدغه و تشویشی که امروز در کوچه و بازار در بین مسلمان ها هست بر راه بیفته. رسول الله میفرماید خاری به پای مسلمان بره که سبب کفاره گناهانش هست. اگر کسی به مرض وبا از دنیا میره، با این ویروس یک مسلمان از دنیا میره، درجه میبره. پس به اینه که ما باید متوجه باشیم که ویروس های خطرناکتر از این در این کشور هست. من فهرستوار بیان میکنم. ویروس های خطرناکتر از ویروس کرونا رسانه های مبتذل هست، خطرناکتر از ویروس کرونا اختطاف هست، ظلم هست، بی‌عدالتی هست، تجاوز بر اطفال و خردسالان و بالاخره با انواع مختلف و بالاخره اینها هست. خطرناکتر از ویروس کرونا مسئله است که وطن خود را و خاک خود را بفروش و برای بیگانگان و اجنبی بالاخره به دست اونها بده. اینها خطرناکتر هست. این رقص و سما و پایکوبی که در هر گوشی میبینیم، بی‌حجابی و بدحجابی، اینها خطرناکتر از ویروس کرونا هست. کسی که با ویروس کرونا از دنیا میره درجه میبره، اما کسی که به گناه و معصیت از دنیا رفت، با فسق و فجور از دنیا رفت، وضعیتش خطرناکتر هست. کسی که در حال گناه و معصیت از دنیا میره، این عاقبتش خیلی خطرناکتر از کسی که با ویروس کرونا گرفتار شده. ویروس کرونا یک مرض هست، آمده، باید جلوگیری بشه. حالا جلوگیریش چگونه هست؟ به اینه که توبه، استغفار، تضرع، نماز با جماعت، پایبندی به نمازها، وضوی کامل گرفتن، و اگر کسی بتوانه برای همیشه و دائم با وضو باشه، طهارت درست و صحیح. در کنار اینها
در کنار این توبه و تضرع و استغفار و پایبندی به دستوراتی که وزارت صحت عامه داده، چون علما طبیب روح هستند و اطباء طبیب جسم هستند. باید که به قول علما و به قول اطباء عمل بشه تا اینکه این امراض از بین جامعه دور بشه. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده تا متوجه باشیم ویروس هایی که در بین جامعه ما که خطرناکتر از ویروس کرونا هست باید جلو اونها را گرفت و الله سبحانه و تعالی همه امراض ظاهری و باطنی از بین جامعه ما دور بسازه. فقط به خاطر اینکه اطباء توصیه میکنن به خاطر جلوگیری از این مرض به ماسک خیلی خوبه، اما صدها ماسک و هزاران ماسک این توصیه شریعت مؤثرتر واقع میشه که این دعا را همیشه بخوانید. بسم الله الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء. این دعا را داشته باشید. اذکار صبح و شام را بخوانید. بعد از نماز صبح، بعد از نماز شام سوره قل هو الله، سوره قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اینها را بخوانید و همچنین آیت الکرسی را بخوانید و این دعایی که رسول الله تأکید کردن که به امراض مختلف شفا هست این را بخوانید. اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. این دعایی هست که شریعت به ما تأکید کرده. الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاه به وفضلنی علی كثیر ممن خلق تفضیلا. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده تا اینکه به الله رجوع بکنیم، به سنت رسول الله رجوع بکنیم، به دین رجوع بکنیم. هر قدر شریعت شکنی بشه به همان قدر امراض زیاد میشه، ویروس ها زیاد میشه. پس بناءً رجوع به کتاب الله و سنت رسول الله، به اذکار، به تلاوت قرآن داشته باشید. الله سبحانه و تعالی این امراض از این سرزمین و از سایر کشورهای اسلامی دور بسازه. موفق و مؤید و پیروز باشید. السلام علیکم. دادری عزیز، اگر تو پدرت از تو راضی باشد، اگر مادرت از تو خوشنود باشد، پروردگار میگوید این معنای او را دارد که تو اطاعت خدا کردی، تو اطاعت رسول کردی. تو وقتی اطاعت خدا و رسول کردی یعنی پدر و مادرت از خودت خوشنود کردی، راضی گردانیدی. الله چی گفت؟ من روز قیامت تو بر این فرزند مع النبیین، ببین، مع النبیین و صدیقین و شهدای و صالحین. روز قیامت تو همراه محمد صلی الله علیه و سلم هستی. خداوند وعده دارد تو همراه محمد، همراه ابراهیم، همراه اسحاق، همراه موسی، همراه زکریا، چند عدد پیغمبر دارم در حلقه اونها تو را جای میکنم. وقتی تو اگر پدر و مادرت احترام کنی، خدا میگه